من در طول 8 ماه می شود که از میدان و مخلصان دور بودم. از جمله 8 گرند اسلم و 2 گرند پری جمع 10 مسابقه با نفوذ اشتراک نکردم. برایم خیلی دشوار بود چون که من همیشه می خواهم در میدان باشم و برای وطنم دستاوردهای بلند بیارم. خوشبختانه من امروز توانستم با دستگیری های رئیس فدراسیای جودوی کشور محترم اسماعیل محمدزایی سلامتی خود را برقرار کنم و دوباره به میدان برگردم. حالا آمادگی ها به چمپیونات آسیا می باشد و من کوشش می کنم که از این مسابقه با سری بلند برگردم. هدف اساسی من اشتراک در بازی های المپیک و جایزه‌دار شدن است که در این راه البته دستگیری و مخلصی مردم تاجیک خیلی مهم است. سرول میناداری خود را برای دستگیری های ورزشگران و ورزش جمهوری تاجیکستان به رئیس شهر دوشنبه محترم مستمع امامعلی می رسانم. به رئیس فدراسیای جودوی مملکت محترم اسماعیل محمدزایی برای دستگیری های پیوسته، تبابت و برقرارشوی و سفر برنمودن و مشق‌های دسته جمعی میناداری خود را بیان میکنم.